دوستای عزیزی که مدام میاد توی دایرکت پیام میدید که تو رقیق شکار عقیق برگزار میکنی، اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ اینجا خراسان داداش. بیا سنگا رو ببین، جاسپره، ارزش این از عقیق کمتره ولی خودش به خیلی از کارا میاد. ببین همینجا، همین 4 تا تیکه حدود 20 کیلو سنگ. تازه اینجا هست، از اینجا رگش حدود 6 متر 7 متر رفته پایین تا جایی که نرفته زیر خاک. 7 متر یا 8 متر همینجور رفته پایین. از همینجا رگه رو ببینید، این توی زمینه. اینجا این قسمتش هم آب داره. عقیقای منظره‌ای که در میاد از این قسمتایی که آب داره و قسمتی که خزه‌ای هست یا حالا هرچی هست تراش میخوره. اینجا رو ببینید همینجوری ادامه داره، ادامه همش اینجا ریخته شده. اینجا همینجور ادامه داره.